دوستان عزیز، پیش از نوار را پورا تماشا کردن ما از شما خواهش میکنیم در زیر نوار لایک کنید و یا را دوستان خود برسانید و فکری خود را در این باره در کامنتاریا نویسید. بر همه ما و شما معلوم است مکه و مدینه مقدس ترین مکان در روی دنیا هست و هر یک مسلمان آرزوی آنجا را دیدن دارند. اما چنین نوارها ما مسلمان ها را در حیرت می افکند. نوار کوتاه است اما خیلی معنای خاص را دارد. Marhamat tomosha kunaydi. Turizm deb o'tirib qiyomatga yaqinlashtirdik. وینس پلاستیل برای رگ‌های واریکوزی و سبکی در پای‌ها. محصولات بی‌نظیر با ترکیب طبیعی. رگ‌های واریکوزی یک بیماری خیلی معمولی رگ‌ها میباشد. برای کم کردن در رفع ضعیفی پای‌ها پلاستیل ما کمک میکند. ورم را کاهش میدهد. دیواره‌های رگ‌های خون را مستحکم میکند. به حرکت معتدل خون مساعدت میکند و اصول استفاده بریش خیلی آسان است. برای معلومات بیشتر به رقم‌های 00333397 و 934 333397 زنگ زنید یا به دایرکت نویسید. واریکوز سبکی پایه‌ها را حس. به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. هر کسی که به کانال ما مهمان میشوید تکمچه پادپیساتسیا را زیر کنید و در زیر نوار لایک کنید. خداوند از همه شما راضی باشد. مکه و مدینه مقدس ترین مکان در روی دنیا هست و هر یک مسلمان آرزوی آنجا را دیدن دارند. بزار خداوند متعال هر یکی ما و شما را به همان مکان مقدس خودش دعوت کند. آمین. انشاءالله که ما و شما روزی به آنجا می رویم. اما در سامانه های اجتماعی نوارهای را می بینیم، باور کنید غمگین می گردیم. امروز سیاحان توریسم یعنی که چنان سیاحت دارند گویا آنها در پاریس یا که در لندن یا که در امریکا باشند با همان لباس. گروهی مرد و زنها را شما در اول دیدید. خب رسمش را هم میگذاریم. آیا این حال است؟ آیا با این ما چه نظر میکنیم؟ حادثه هایی که در آن جاها شده است باور کنید بسیار همش از ما و شما سبب میگیرد.